برای همین من در اینترنت دیدم خدا برکت دنیا و آخرت یاد رحیم جانا، شرف جانا، بیگی جانا، برادر ما محمد که اینها یک کارنمایی نشان دادن. خدا از این دولتشون زیاد کنند. همین پول هم زیب همینها دارد. در دست همینها باشد که آمده هم کشورشون آباد کردیستند، هم در داخل شهر، هم در منطقه هایی که زندگی میکنند. اینقدر راه هایی که اینا ساختیستند، اینقدر آدمایی که در کرانتین بودن در روسیه، این طرف مواد خوراکت اون دادیستند، این طرف پول نختت اون دادیستند. و من دوست می داشتم که نام های اینها را ما بگیریم در اونجا درخشان دعا کنیم. برادرای ما را بینیم، اویله صایبوف ها در تاجیکستان چقدر مثال قطاره های زیاد از دارو، از مواد خوراک مردم تامین کردن. الله برکت دنیا و آخرت چون کرد. اینا را ما در دعاها ما مقصد یاد کنیم که روزهای سخت دستی مردم ها گرفتن. دادرای ما بهرام جان که در چیتا است، دادر ما دوران جان در ایرکوتسک است، هم در داخل کشور هم در همون منطقه ها چقدر دست مردم ها گرفتن. برادر ما میرزابای در ایرکوتسک، ما از شنیدگی هامون میگیم که در اونجا هم دست مردم ها گرفتن. در این منطقه که زندگی میکنن در اینجا هم اینقدر یاردم های زیاد روان کردن. برادرای ما حاجی اسمت الله، حاجی سعد الله که ما خودمون شاهدیم چقدر یاردم در روسیه، چقدر یاردم در مثال منطقه های زندگی میکردگیشان دستی مردم ها گرفتن. این اول نفرهای هستند که اگه من اینها را میشناسم میدانم، با نفرهای هست که من نمیدانمشان، لیکن در حقشان دعای خیر میکنم. خدا برکت دنیا و آخرتشان کرد. انا برادران عزیز و گرامی، ما همیشه وقتی که در حق یک نفر میخوایم دعا میکنیم، میلش دعا کنیم و هم برادر مسلمانی ما هست. ما به هیچ برادر مسلمان نفرت نداریم، لیکن در دعاها این نفرهایی که من گفتم یا باید در مد اول بستن. اگر شما از جهت دینی گوین اینها هم در دین یگان کمی ندارن، و اگر از جهت مقصد نزدیکی گوین اینها تاجیکای ما و شما هستند، از مردم ما و شما هستند. برای همین برادران عزیز و گرامی، باز با اولی سخنم برمیگردم که ما در حق جمعی برادرایی که مؤمن، خواهرایی که مؤمنه هستند ما همیشه دعا گوییم. ولی من شخصا همیشه در حق سید مومن رحیم دعا میکنم که خدا رحمت و مغفرتش کند که هم بنده خوب خدا بود و هم نامبردار این ملت بود. و این باقیه که حاضر من میگم همه اینا در قید حیاتن. خدا عمری درازشون کرد. خدای مهربان در همه نوع ورزشی که هستن دست بالا باشن و خداوند در برابر این توفیقاشون هم رفیق کنه. همیشه نامبرداری هم دینشان باشن هم ملتشان باشن. و مصلحت منم به همه شما برادرها این است که همون چقدر محبوبیت به کسی دارین، با این نفرها باید محبوبیت شما زیاد باشد. ایدستان آمدگی را مالی دارین کمکشون کنین، ندارین دستان بردارین درخشان دعا کنین. الهی مهربان خاتمه همه اونا بخیر و ایمان ها با سلامت نگه دارن. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته.